خدا بد نده، چرا رنگتون پریده شما؟ ای آقای کچاپ، شما داری صحبت میکنی، چه عجیب. با من راحت باش، خرسی صدام کن. دقت کنید لطفاً اجناس عزیز توجه کنن، یه نفر داره به یخچال نزدیک میشه. آقا یه لحظه ساکت باشید، استرس نداره که این میخواد آب بخوره بره. اگه خندش افتاده باشه چی؟ خدا رو شکر ماست خالیه، وگرنه میومد سراغ من. چی میگی به مولا؟ ماست خالیه؟ مشتی این دوغو گرفته با تو بخوره، دلت خوشه. ای سگ برینه تو این زندگی سگی. حالا باز من یکم خیالم راحت تره چون تاریخ هم گذشته، بخواد سمتم ببخشید بچه من یکم قرش میکنم، حواسم نیست. آره دیگه اسهال میشه منو بخوره دیگه. بابا آروم باشی تو رو خدا، این تا فردا صبح با ما کاری نداره. حالا مرغ افتادیم درسته، ولی تخمتون که نیستم، من اینجام دیگه. ای من ریدم تو اون روحه، روز 10 بار استرس میده به ما. خولی مگه ساعت 3 نصف شب داری یخچالو وا میکنی.